دوستان عزیز، در این تالار زیبا جشن نوروز در اوهایو تجلیل خواهد شد. خیلی تالاری با شکوه و اینجا تمامی فارسی زبانان اوهایو سرجمع می شوند و همچنین در این جشن نمایش هنرهای مردمی تاجیک نیز و نمایش گذاشته می شود. سلام دوستانی من، نوروز مبارک. و همینطور که میبینید اینجا سفره 7 سین زیبایی چیده شده که سفره 7 سین در حقیقت چیزهای مختلفی توی اون گذاشته میشه که هر کدومش یه سمبل برای یک آرزوی خوب هست برای سال جدید. 7 سین یعنی که 7 چیزی که با سین یعنی همون اس آمریکایی سین در فارسی هست که اینا با اینا شروع میشه و اینا رو میذارن که آرزوی خوب بکنن برای. خب امروز سفره 7 سینی ما چی دارد؟ سفره 7 سینمون که خب شیرینی به معنای اینکه شیرین کام باشی، دهنتون شیرین باشه. سبزی داریم که به معنای زندگی هست، به قول معروف تولد بهار و تولد طبیعت و این سمبل اون هست. و سمبل هست که به قول معروف سمبل زیبایی و گل و دوباره طبیعت هست. سیر هست که سیر سمبل سلامتی و طول عمر هست، آرزوی سلامتی و طول عمر میکنیم. و سمنو هست که سمنو که درست میکنن شیرین هست و به قول معروف سمبل اینی که جیباتون پر پول بشه، وضعتون خیلی خوب بشه و همراه با سکه همچنان اون هم باز به همون معنی هست. بعد دیگه سیب هم میذارن که سیب هم به معنای باز زیبایی هست برای سال جدید. دیگه سکه هم باز به معنای سلامت هست که آرزوی سلامتی برای همه عزیزان داریم. اینجا شمع هست، سنجید هست. بله. اونا رو برای چی میگذارند؟ شمع هم برای روشنایی هست، سنجید هم باز برای پیروزی نور بر تاریکی هست که گذاشته میشه و کلاً یک تزیین بسیار زیبایی هست که در همه خونه کسایی که فارسی زبان هستن پیدا میشه. اضافه نوروز همه خونه ها مزین به سفره 7 سین میشه و همه لذت میبرن. و غیر از سفره 7 سین یکی دیگه از مراسم قشنگ نوروز اینه که به بزرگترها و کوچکترها عیدی میدن، پول میدن و به قول معروف بچه‌ها همیشه خوشحالن و منتظر این هستن که عید نوروز شروع بشه و عیدیاشون از بزرگترها دریافت کنن. خیلی خوب. سال نو مبارک. تشکر زیاد. و در این سفره 7 سین من ماهی رو دیدم و همچنین یک چیزی که اونا خیلی محتشم میکند آینه است. چرا آینه و ماهی میگذارند؟ راستیاتش علت ماهی رو فکر میکنم برای نشوننده تولد هست، مطمئن و همچنین پاکی شاید. پاکی شاید باشه و آینه هم همینطور. آینه نشون دهنده پاکی هست و به قول معروف اون و زیبایی که به سفره میده و اون به قول معروف همیشه سفره 7 سین رو مزین به آینه میکنه.
در این کنسرت همچنین نمایش هنرهای مردمی تاجیک پیشنهاد شده است و اون معلمه عزیزی ما مکرمه قیومова معرفی میکنم. سلام عزیزان. خب امروز یک روز بسیار پرمحصول بود. چی چیزا را به نمایش گذاشتید معلمه؟ امروز پیش از همه معرفی میکنم وطنم رو، تاجیکستان عزیزمان رو معرفی میکنم، هنر و هنروران تاجیک را به نمایش گذاشتیم. ایجاد و استعداد و فلسفه زندگی مردم تاجیک را، فلسفه نوروزی رو به خصوص. بله، امروز که نوروز است ما کوشش کردیم که هم محصولاتمون به نوروز خیلی نزدیک باشد و افشاگری نوروز باستانی ما باشد. شما گفتید که بیشتر هنری رو معرفی میکنیم امروز که با نوروز رابطه دارد و یکی از رمزهای گیم که نوروز روشنایی است، آفتاب. میتونید مختصر بگویید که همین نقشه که خیلی زیبا آفتاب نهفته است، اصلا چرا اونا پنهان کردن؟ اصلا ما نفرای هستیم که هنرمندا که زمان مهر پرستی و دوست داشتن روشنایی را تجسم میکنیم در هنرمون و البته دیدید که در هنرمون پیش از همه ما گل لاله رو وصف کردیم، گل‌های درخت نان رو وصف کردیم، گل انار رو وصف کردیم، گل انار رو وصف کردیم، اناری پخته، اناری نو شکفته که اینها همه رمزی نوروزی است. Honestly, because everybody's still برای این جشن نوروزی غذاهای ایرانی آماده شده است. اینجا برنج است، اینا همه غذاهای کباب، پامیدور، ماهی، نمیدونم یک چیزی مانند است بر شوله. یعنی این جشن یک محیط آزاد است، یک محیطی که توجه به غذا اکثرا روانه نشده است، بلکه به یک شام فرهنگی و کنسرتی توجهی بیشتر روانه می شود. اینجا جوانان ایرانی تاجیک‌ها هم حالا می آیند. ای سلام، نوروز مبارک. خب طبع شما چخل است؟ طبع شما چخل است؟ خرسند؟ نوروز مبارک. امروز یک روزی پرمحصول بود. خب دوستان عزیز، حالا کنسرت شروع نشده است و مردم غذا میخورند. باید جشن همین حالا شروع شود. ممنون که تشریف آوردید. بعد اگه لطف بفرمایید بلند شین، میخوام سرود ایران رو بزنیم. بفرمایید. ممنون.
ما میخواستیم تشکر کنیم از تمام اقوام فارسی زبان، اهم از ایرانیان، افغانها و تاجیکها و دوم این که از آقای فرزین زرندی تشکر کنیم به خاطر برنامه کمشب. بعد از آقای اولمجان تشکر کنیم، دوست تاجیک ما که کلی با پکس همکاری میکنه. ممنون. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه نام من دیوانه زدن. امیدوارم شب خوبی رو تا حالا داشته باشید. بله، اگه اون شعر رو گوش کرده باشید آخرش میگه قرعه کار به نام من دیوانه زدن. فکر کنم ما نبودیم اونجا، خلاصه رأی دادن، قرار شد ما صحبت کنیم. عرض کنیم که راجع به پکس خواستم خدمتتون صحبت کنم. پکس کارهای خیریه فراوانی میکنه، برنامه‌های نوروز، برنامه 13 بدر، برنامه یلدا، برنامه مهرگان، نوروز بازار که یک هفته پیش گذاشته بودن و کارهای بورسیه و کمک‌های و این یک جمعیت خودجوشه، به هیچ مؤسسه‌ای وابسته نیست، به هیچ مذهبی وابسته نیست، فقط هدفش کمکه.